آقا از الان بگم همه نظر شخصی ها. بریم سراغ اولی. از بدتری میریم به بهترین. اول با انیمه ها شروع میکنم. I want to eat your pancreas, Angel Beats, Silent Voice, Revolutionary Girl Athena, Link Click, FLCL, Paranoia Agent, Afro Samurai, Ninja Scroll, The Garden of Sinners chapters کل سریاش، Ping Pong the Animation, Grave of the Fireflies, Wolf's Rain, Memories, Phantom Require for the Phantom, راژفون، جوجو بیزار ادونچر، پلوتو، دیویلمن کرای بیبی، نانا، مونوگاتاری سریز همش، فرام the new world، دیترویت متال سیتی، اینیشیال دی، ویلکام تو the NHK، گولدن بوی، گراند بلو، اتک آن تایتان، آکیرا، پرفکت بلو، هابانه رنمی، نیا آندر 7، هلسینگ، سانی بوی، انجلز اگ، مونونوکه، کایبوی بیباپ، موشیشی، هاوس مووینگ کاسل، الفن لاید، کلانت، گینتاما، سامورای چمپلو، دیف نوت، مانستر، وینلند ساگا، ستاینز گیت، سپریتد اوی، سریار اکسپریمنتال لین، ومپایر هانتر دی، نیون جنسیس اوانجلیون، همه سریاش، مخصوصا اون ریبوتاش همه رو با هم حساب کنین دیگه. تکنولایز و بهترین ارگو پراکسی. مانگا هم از الان مانگا بدترین تا بهترین. فوشم ندین سری یکی، کیلینگ استاکینگ که هم خودتی، سویت هوم، آی ام هیرو، می اند دیویل بلو، باسترد، هولی لند، فایر پانچ، گرین بلاد، اینسنت، گانتس، Chainsaw Man, The Flowers of Evil, Dorohedoro, The Horizon, The Fable, Slam Dunk, Claymore, The Climber, Blood on the Tracks، کل سریای جونجیتو و اوزوماکی، Kingdom، Homunculus، اویاسامی پونپون، GTO، Real، 20th Century Boys، Vagabond، مورد علاقم بلیم و دیگه از این بهتر دیگه نیست دیگه. برزرک. هر کی هم بگه چرا وان پیس و ناروتو و جوجوتسو کایزن گوجاست میگه shove it up your fucking ass.